اگر پروژه‌ای دارید که توی اون لازم هست از تاریخ و ساعت استفاده کنید و باید از NTP سرورها تاریخ و ساعتتون رو بخونید و یا اینکه نیاز دارید تاریخ و ساعتتون رو از میلادی به شمسی تبدیل کنید، توی ویدیوی درستی هستید. ما توی این ویدیو قرار هست به طور کامل یاد بگیریم چطور میتونیم از NTP سرورها توی ESP32 و ESP8266 استفاده کنیم و بعد از اون هم یاد میگیریم چطور میتونیم این تاریخ میلادی رو به شمسی تبدیل کنیم. بیش از این نیاز به مقدمه نیست، بریم سراغ اولین قسمت آموزش. با سلام خدمت شما دوستان عزیز، مسعود بیرجندی هستم و به کانال یوتیوبی آردوینو با مسعود خوش اومدید. همونطور که گفتم توی این ویدیو قرار هست یاد بگیریم چطور از NTP سرورها تایم و ساعت رو بخونیم و بعد از اون تبدیلش کنیم به تاریخ شمسی که مد نظر خودمون هست. توی قسمت اول و برنامه اول که این برنامه‌ای هستش که الان دارید میبینید، اول تایم و زمان رو از NTP سرور میخونیم و توی برنامه دوم هم یاد میگیریم چطور میتونیم اون تاریخ رو به شمسی تبدیل کنیم. بر طبق روال گذشته تمام ویدیوها و تمام فایل ها برای دانلود داخل کپشن قرار گرفته، میتونید به راحتی فایل ها رو دانلود کنید. من شروع میکنم خط به خط در مورد برنامه توضیح دادن. اول از همه تابع سرآمد وای فای رو داریم برای ESP32 و تابع تایم رو داریم که نیاز به ایمپورت کردن هم نداره، چرا که به صورت دیفالت بعد از نصب برای شما قرار داده میشه، یعنی توی دیفالت خود آردوینو هستش. بعد از اون اومدم اطلاعات مربوط به هات اسپات یا مودم رو قرار دادم که اسمش از آردوینو وید مسعود و پسورد رو دارید میبینید. شما باید SSID و پسورد مودمتون رو اینجا قرار بدید. بعد از اون اومدم یک سری تعاریف رو انجام دادم. تعریف اول NTP سرور هست که میشه همون NTP سروری که قراره من دیتا رو ازش بخونم که من از این آدرس قرار هست استفاده کنم. شما میتونید از آدرس های دیگه استفاده کنید. با یه سرچ ساده توی اینترنت میتونید انواع NTP سرورها رو پیدا کنید و اونی که برای شما بهتر هست یا تحریم حداقل نیستین، فیلتر نیست، رو ازش استفاده کنید. الان من با اینترنت خط، اینترنت زیتل امتحان کردم، این یکی برای من داره کار میکنه. بعد یه GMT آفست داریم بر اساس ثانیه. این چی هستش؟ ببینید ما توی GMT مثبت 3 و 30 هستیم. تهران میشه مثبت 3 و 30. شما باید 3 ساعت و نیم رو به ثانیه تبدیل کنید و اینجا قرار بدید که میشه 12600 که داریم. پس GMT مثبت 3 و 30 میشه 12600. اگر تو تایم زون دیگه ای هستید، تایم زونتون رو تبدیل کنید به ثانیه و اینجا قرار بدید. بعد دیلایت آفست رو داریم که اون هم بر اساس ثانیه هست. حالا این چی هست؟ اگر که ساعت شما توی تابستون و زمستون 1 ساعت جلو یا عقب میره، نیاز هست اینجا مقدار دهی کنید. مثلا 3600 رو بذارید که 1 ساعت میشه. اگر تغییر نمیکنه مقدار 0 رو قرار بدید. در حال حاضر توی ایران تغییر نمیکنه. قبلا تغییر میکرد، مقدارش رو 3600 میذاشتیم. الان دیگه تغییر نمیکنه، پس مقدار رو 0 قرار میدیم. بعد از اون توی یک تابع خودش تعریف کرده پرینت لوکال تایم که الان با این کار ندارم، میرم جلوتر. توی حلقه ستاپ ارتباط سریال رو آغاز کرده. بعد اومده به مودم من کانکت شده، دیگه تکرار مکررات هست. بعد از اون همزمانی که کانکت شد، کانکتد رو توی ارتباط سریال چاپ کرده. بعد اومده از NTP سرور با دیلایت تایم و GMT آفستی که ما بهش دادیم تایممون رو کانفیگ کرده و گفته برو پرینت لوکال تایم کن. پرینت لوکال تایم چی هست؟ این تابعی که اینجا داریم میبینیم چی کار میکنه. یه استراکچر با نام TM داریم، بعد میاد تایم رو میخونه، توی ارتباط سریال همون تایم رو برامون چاپ میکنه. اگر عملیات خوندن لوکال تایم موفقیت آمیز نباشه، fail to obtain time رو بهتون میده. پس اگر موفقیت آمیز باشه، ساعت رو به عنوان، یعنی زمان رو به عنوان خروجی بهتون میده. چجوری؟ درصد A, B, D, Y، حالا H, M, S که حالا وقتی من برنامه رو ران کردم میبینید هر کدوم از اینا
چه کاری رو براتون انجام میده. یکیش روز رو میده، یکیش این سه تا تاریخ رو میده بر اساس یر، ماه و روزش، و این سه تا هم تایم رو بهتون میده، hour، مینیت و ثانیه. سه تا رو بهتون میده که بتونید به عنوان خروجی داشته باشید. در نهایت هم توی حلقه لوپ که حلقه‌ای هستش که بی نهایت بار داره تکرار میشه، 1 ثانیه یک بار میاد دوباره همین کار رو انجام میده و اون پرینت رو براتون انجام میده. من این برنامه رو آپلود میکنم ببینیم به چه صورت کار میکنه. پس برنامه خیلی ساده است. از NTP سرور تایم رو میگیره، کانفیگ میکنه بر اساس تایم با کتابخانه تایم و بعد از اون هم میاد توی ارتباط سریال رو براتون چاپ میکنه. چیزی که اینجا مهم هست این تابعی هستش که اینجا دارید میبینید. الان سریال پرینت LN داره میکنه تایم اینفو رو و این مشخصاتی که شما دارید میبینید. اجازه بدید آپلود انجام بشه. خب آپلود من انجام شد و دان آپلودینگ رو دارم میبینم. من ارتباط سریالم رو آغاز باز میکنم و تو ارتباط سریال دارید میبینید 1 ثانیه یک بار داره تایم رو برای من میاره. 29 مارچ 2025 ساعت 14 و 51 دقیقه و 52 ثانیه که دقیقاً تایمی هستش که الان هستیم. 29 مارچ 2025 ساعت 14 و 51 دقیقه و 57 ثانیه. اینجور ساعت هم داره 1 ثانیه یک بار براتون چاپ میشه. حالا فرض بگیرید شما بخواید این دیتا ها رو بخونید و خودتون ازش استفاده کنید. اینجا داره پرینت LN میشه. فرض بگیرید میخواید توی یک چیزی مقداردهی کنید. خیلی ساده است. این time.info رو اگر شما بیارید به صورت استراکچر هست دیگه. اگر یه نقطه بعدش بذارید میتونید تمامی مقادیری که میتونه استراکچر به عنوان خروجی بهتون میده رو ببینید که دارید میبینید هر کدوم از اینا رو میتونید به عنوان خروجی داشته باشید که حالا من توی برنامه بعدی بهتون یاد میدم چطور میتونید از هر کدوم از اینها استفاده کنید و از اینها استفاده میکنم برای اینکه تاریخمون رو از میلادی تبدیلش کنم به شمسی. پس تا الان دیدیم که چطوری میتونیم از NTP سرورمون تاریخ میلادی رو داشته باشیم. خب تو برنامه قبلی یاد گرفتیم چطور از NTP سرور استفاده کنیم. حالا میخوایم دیتایی که از NTP سرور میگیریم رو با استفاده از کتابخانه جلالی تبدیلش کنیم به تاریخ شمسی. من کتابخانه جلالی رو برای دانلود قرار دادم. توی کپشن میتونید استفاده کنید. تفاوت ها رو میگم دیگه. برنامه قبلی که NTP بود رو در موردش توضیح نمیدم. عین گذشته توابع سرآمد رو داریم. جلالی رو اد کردم، یک آبجکت درست کردم. اینها مثل قبل هست، کار باهاش ندارم. چند تا متغیر تعریف کردم با نام year, month, day که قرار هست تاریخ شمسی توش ذخیره بشه و یه بافری که قرار هست دیتا رو توش ذخیره کنم و بعد از اون پرینتش کنم. این قسمت برنامه یعنی ستاپ و لوپ هیچ تفاوتی توش ایجاد نمیشه. عیناً مثل قبل هست. تنها چیزی که متفاوت میشه اون پرینت لوکال تایمی که داشتیم هست. تا اینجا مثل قبل هست. من اومدم گفتم بیا روز، ماه و سال رو برام چاپ کن. اما اینجا اومدم با استفاده از کتابخانه جلالی کانورت دیت رو انجام دادم. چطوری؟ ببینید این از NTP که دیتا میخونید یرش از 1900 شروع میشه. یعنی وقتی تو سال 2025 هستید اگر timeinfo.tm year رو بیاین پرینت کنید مقدار 125 بهتون میده. پس وقتی میخواین تاریخ دقیق رو داشته باشید باید به اضافه 1900ش کنید. 1900 به اضافه 125 که این خروجی بهتون میده میشه 2025 که الان ما توش هستیم. برای مانث مقدارش از 0 شروع میشه، 0 تا 11 که چون ما میخوایم ماه مثلا الان 3 هستیم 0 به ما میده، عملا 1 هست برای ما. پس باید یه دونه بهش اضافه کنیم که بشه 1 تا 12. 0 تا 11 رو میکنیم 1 تا 12. پس یه دونه 1 بهش اضافه میکنیم. الان من ماه 3 میلادی هستم. اگر tminfo.tm months رو بیارم عدد 2 به من نشون میده. پس یه دونه بهش اضافه میکنم که بشه ماهم و در نهایت هم tm day. این اوکی هست. مقدار درست رو به من میده. بعد هم year, month, day این مقادیری هستش که قرار هست ولیو های شمسی توش ذخیره بشه. پس این ستای اول میشه سال، ماه و روز میلادی. ستای بعدی میشه سال، ماه و روز شمسی. چیکار کن؟ تبدیلش کن به تاریخ ایران. این میشه نحوه استفاده از کتابخانه جلالی. حالا تبدیل شمسی به میلادی داره کتابخانه جلالی، میلادی به شمسی داره. میتونه بگه مثلا امروز چندمین
هفته سال هست و از این کارها میتونه چندمین روز از سال هست، 365 روز سال، همه این کارها رو براتون انجام میده. ولی چیزی که ما الان لازم داشتیم این هستش که تاریخ میلادی رو به شمسی تبدیل کنه. با استفاده از این یک خط میتونیم این کار رو انجام بدیم. الان توی year، months و day مقادیر شمسی من قرار داده شده که بعد از اون هم اومدم سریال پرینت کردم و اون مقادیر رو چاپ کردم. من برم حالا این آپلود رو انجام بدم. خب همونطور که میبینید آپلودمون انجام شد. حالا من برم برنامه رو تست کنم. سریال مانیتور رو باز میکنم. دارید توی سریال مانیتور میبینید 29 مارچ 2025 رو تبدیل کرده به جلالی و تاریخش شده 9/1/1404 که دقیقاً تاریخی هستش که الان به صورت شمسی داریم. این میشه نحوه استفاده از NTP سرورها و تبدیل تاریخ میلادی به شمسی. امیدوارم که از این ویدیو راضی باشید. تا ویدیوهای دیگه دلتون شاد. خدا نگهدارتون.